به نام خداوند متعال و عرض سلام و ادب به تک تک عزیزایی که از طریق ای ویدیو صدای مرا شنونده هستند. به ادامه سلسله فعالیت های درسی در یوتیوب خواستم یک بار دیگر درس‌های از حساب ثبت کنم. البته که این درس ها کانکور محور بوده و بیشتر سر موضوعات اصلی و عمده حساب میپیچه. کوشش صورت گرفته تا موارد اساسات هم پوشش بده، ولی بیشتر درس ها کانکور محور بوده تا بتونه مشکلات هم شاگردا و دانش آموزای اساسات مکاتب و کورس ها و هم دانش آموزای کانکور را برطرف کنه. چون از یک سو من در آموزشگاه ها تدریس میکنم، بیشتر مضامین ساینسی و دانش آموزای کانکور است تا هم نیاز ای دانش آموزای عزیز برطرف شود و هم دوستای دیگه که با من از نزدیک معرفت آشنایی ندارن بتونن از این درس ها مستفید شوند. در ابتدا بیاییم از تعریف حساب شروع کنیم. خب دانش آموزای عزیز، چنانه که در تصویر میبینین، حساب از کلمه اریتموس گرفته شده که به معنای عدد می باشه و این به این معناست که اصلا حساب بیشترین تمرکزش بالای مفهوم عدد می باشه. حتی میشه بگوییم که حساب از خواص ابتدایی عملیه های چهارگانه، چنانه که بلد هستین ما 4 عملیه اساسی در حساب یا در ریاضیات داریم که جمع، تفریق، ضرب و تقسیم می باشه بس میکنه. بس عمده کار حساب مطالعه خواص ابتدایی عملیه های مخصوص مثل جمع، تفریق و ضرب تقسیم بالای مفهوم به نام عدد می باشه. پس چه بهتر است که من و شما بریم اول مفهوم عدد مطالعه بکنیم که عدد چیست. برای عدد میشه بگوییم که عدد یک مفهوم ذهنی است و که برای نشان دادن تعداد اشیا و اشخاص و سایر موارد به کار میره. یعنی بیشتر همونطور که میفهمیم انسان ها به خاطر سهولت در کارهایشان یک سلسله سمبول ها و مفاهیم ذهنی را ساختن تا بتونن مشکلاتشون حل کنه. از تاریخ انشالله معلومات داریم که در گذشته ها ما حتی ادبیات نوشتاری نداشتیم که در قسمت حساب هم یا ریاضیات هم کار صورت نگرفته بود. یعنی میشه بگوییم که اولین تلاش های بشر در ایجاد علم ریاضیات ساختن مفهوم ذهنی به نام عدد بوده و از سمبول های مختلف برای بیان مفاهیم خاص به کار رفته، مثل سمبولی که به مفهوم عدد 1 می باشه، سمبولی که به مفهوم عدد 2 می باشه و می شکل عدد 3 و سایر مواردی که شما انشالله با آشنایی دارین. بنابراین چه بهتر است ما شما اول بریم ببینیم که کدام سیستم ها یا روش های مختلف برای نشان دادن عدد وجود داره. به صورت عموم 3 نوع سیستم اصلی برای بیان یک عدد به کار میره که من و شما یکی اینا را مطالعه میکنیم. در ابتدا بیاین سمبول های عددی هندی عربی و یا غربی را مورد مطالعه قرار بدیم که ما و شما بیشتر به شکل ارقام و اعداد انگلیسی یا سیستم غربی میشناسیمشان که انشالله همگی با این سمبول ها آشنایی دارن که از 0 10 سمبول اصلی وجود داره، عدد 0 الی عدد 9 و سایر اعداد که ساخته میشه از ترکیب این ارقام اصلی ساخته میشه. یعنی این سمبول ها است که با یک ارزش خاص و یک مفهوم خاص ذهنی پذیرفته شده. معنایشی که هرگاه سمبول به این شکل نوشته میشه ارزش 8 داره، یعنی 8 واحد، و هرگاه سمبول به این شکل نوشته میشه قبول شده که مفهوم یا ارزش 3 داشته باشه. و سمبول های عددی عربی یا شرقی که بیشتر در کشورهای عربی و شرقی و خصوص کشورهای آسیایی مروج است، شما بلد هستین با سمبول ها. ما شما بیشتر به نام سمبول های عددی فارسی خود ما میشناسیمشان که 0 به شکل یک نقطه است و عدد 1 داریم، عدد 2 داریم به شکل عدد 3، عدد 4، 5، 6، 7، 8 و 9 و امو سیستمی که در
سیستم غربی داشتیم، سایر اعداد از ترکیب این ارقام ساخته میشه. عزیزا شما این مسئله را باید متوجه باشید که ما در عدد نویسی یکی رقم داریم و مسئله دیگه هم عدد است که دوتا از هم اشتباه نشه. ارقام یا رقم عبارت از مجموعی نمی 10 سمبول است که از رقم 0 شروع میشه و به 9 ختم میشه و ارقام یا سمبول های اساسی هستند. یعنی اگر از ما پرسیده شود که ما در ریاضیات یا در حساب مشخصا چند رقم داریم، 10 رقم وجود داره به تعداد 10 رقم، در حالی که اگر سوال شود چند عدد وجود داره، ما میتونیم بگوییم که ما با کمک 10 رقم میتونیم به نهایت عدد بسازیم. خب بس معنیش میشه که اصلا 10 سمبول اساسی که به نام رقم یاد میشه وجود داره و با کمک این 10 رقم ما میتونیم به نهایت ترکیب های مختلف انجام بدیم و اعداد متفاوت ساخته شود. پس میتونیم بگوییم که ببخشید چی مشکل پیدا شده، میتونیم بگوییم که ما در رقم و به نهایت عدد داریم. بنان اگر هرگاه بر ما نوشته شود، بنان هرگاه بخوایم یکی از ترکیب اینا را بنویسیم، مثلا عدد 3459، اگر پرسیده شود که چند عدد است، امی شکل رک میبینیم، در جواب میگیم که شما در تصویر یک عدد اما با کمک چند رقم بیان شده 4 رقم میبینیم و پس میتونم بگویم که این یک عدد 4 رقمی است. پس انشاءالله که فرق بین رقم و عدد فهمیده باشین. 10 رقم اصلی سمبول اساسی داریم و به نهایت ترکیب وجود داره که به نهایت را به نام عدد یاد میکنیم، ولی معمول است که به این سمبول ها هم عدد گفته شود، در حالی که مناسبش است که ما و شما اینا را ارقام بگوییم و ترکیب اینا را عدد. سمبول های عددی رومی نوع دیگه از سیستم نوشتاری اعداد می باشه که رومیان قدیم نوشته کردن، ایجاد کردن، ساختن و شما چنان در تصویر می بینین 10 سمبول اساسی اینا به می شکل در تصویر است می بینین وجود داره و قواعد خاص خودش داره که چطور بتونیم از ترکیب این ارقام ما و شما اعداد مختلف را ایجاد کنیم. من نیاز نمی بینم زیاد سر از این مسئله بپیچیم، چون در محاسبات از این ارقام بیشتر استفاده نمیشه، بیشتر به خاطر شکل خاص و دیزاین خوبی که داره برای تزیینات در ساعت ها و فصل های کتاب ها اینا استفاده میشه، بنان نیاز نیست که زیاد سری مسئله بپیچیم. یک مسئله را باید مد نظر داشته باشیم که سته که مورد بحث است در علم حساب، ست اعداد طبیعی و ست اعداد کامل می باشد. هرچند ما اعداد نسبتی را استفاده میکنیم، مثل اعداد اعشار، اعداد کسر عام که اونا جز اعداد طبیعی و کامل حساب نمیشن، اما بیشترین مورد استعمال در علم حساب ست اعداد طبیعی و ست اعداد کامل داره که انشالله با ست اعداد طبیعی و کامل آشنایی دارین که ست اعداد طبیعی از عدد 1 شروع میشه و تا به نهایت ادامه داره، ولی ست اعداد کامل از رقم 0 شروع میشه هم تا به نهایت ادامه داره. یعنی بیشتر ما سر و کار ما با ارقام اعداد کامل و طبیعی است در حساب. قبل از اینکه بریم به موارد خاص مربوط به حساب، بیاین به خاطر شناخت بیشتر اعداد با سمبول ها آشنایی پیدا کنیم که موارد خیلی سخت نیست. انشالله بیشتر دانش آموزا با آشنایی داره که این سمبول به معنای مساوی بودن و مثالش هم اینجا بیان شده می باشه و این سمبول به معنای خلاف یا مساوی نیست. میتونم استفاده کنیم وقتی دو مسئله یا دو عدد یا رقم با هم مساوی نیستن، میشه سمبول استفاده کنیم. دهنی نامساوی طرف عددی که باشه بزرگ خوانده میشه. معمولا ریاضی قاعده است که از چپ به راست خوانده شوه، بنابراین اگر من این قسمت را میخوانم باید بخوانمش 5 بزرگ از 4 و گفتم که طرز خواندن ریاضی مسائل ریاضی از چپ به راست است، مانند نوشتن انگلیسی 5 بزرگ از 4. بنابراین همیشه میبینیم که طرف چپ آیا دهنی نامساوی است یا عقبش. اگر عقبش بود خوانده میشه 7 کوچک از 8،
پس از چپ به راست اگر ببینیم دهن نامساوی، طرف چپ اگر طرف عدد بود بزرگ، اگر عقبش بود کوچک. مسئله مهم و محاسباتی، این بحث ما دریافت تعداد اعداد طبیعی بین دو عدد طبیعی می باشه. بحث جالب است. مسئله است که هرگاه بر ما دو عدد مختلف داده شود که شما پیدا کنید که بین عدد 23 و عدد 97 چند عدد دیگه وجود داره. البته منظور اعداد بین ایناست. میتونیم با نوشتن از 23 الی 97 تعداد اعداد پیدا کنیم. و بحث دیگه ما بحث محاسباتی بیشتر دریافت تعداد طبیعی بین دو عدد طبیعی می باشد. و مسئله از این قرار است که برای من و شما دو عدد میتن مثل اعداد 23 الی 90 مثلا 8 و گفته میشه که چند عدد بین 23 الی 98 وجود دارد. یک روشی است که ما شما از 23 تا 98 لیست کنیم و ببینیم کدام اعداد است و به چه تعداد، که معلوم دار است کار سخت و زمانگیر است. و این لحاظ ما یک روش ساده تر برای وجود داره استفاده میکنیم و او قاعده است که از عدد بزرگ، یعنی ما اگر این فرمول ای رابطهش است از این فرمول ساده بسازم، قاعدهش میشه که عدد بزرگ منفی عدد کوچک میکنیم و در ادامه عدد منفی یکم مد نظر میگیریم، یعنی یکم ازش کم میکنیم و در نتیجه تمام اعدادی که در بین ایناست او تعداد اعداد بر ما مشخص میشه. البته باید گفته شود که تعداد اعداد طبیعی بین دو عدد پیدا میشه، همونطور که در عنوان معلوم است. پس بیاین چند مثال از این مورد در نظر بگیریم تا این مسئله را خوبتر درک کنیم. بیاین من صفحه نوشتاری دیگه استفاده کنم تا بهتری مسئله را درک کنیم، قابل درکتر باشه. خب عزیزا، ببینید مثالی که در اینجا داریم بر ما گفته شده که دریابید تعداد اعداد طبیعی بین عدد 2 و 10 چند تاست. من کار میکنم. خب بیاین عزیزا، پس این مثال ما در نظر بگیریم. گفته شده که تعداد اعداد طبیعی بین عدد 2 و 10 را دریابید. پس من یکی از اینا را ای نام گذاری میکنم، البته بزرگترشه ای نامش هم میگذارم که 10، کوچکترش هم نامش هم میگذاریم بی که عدد 2 و از ما خواسته شده تعداد اعداد طبیعی بین ای دو. خب رابطه ای شد که برای دریافت تعداد اعداد طبیعی بین ای دو عدد از عدد بزرگ عدد کوچک کم کنیم و بر علاوه عدد یک از هر دو نتیجه تفریق کنیم. بنابراین به این قیمت گذاری کنیم 10 منفی 2 منفی 1، 10 منفی 2 میشه 8، 8 منفی 1 تام میشه 7. پس به تعداد 7 عدد بین عدد 2 و 10 وجود دارد. بیاین ببینیم آیا واقعیت داره خود عدد 2 باشه. عدد 3 4 5 6 7 و 8 و 9 و 10. هرگاه این مجموعه را حساب کنیم به تعداد 7 رقم دیده میشه یا 7 عدد. مثال بعدی گفته شده که تعداد اعداد طبیعی بین اعداد 20 و 200 را دریابید. پس عدد بزرگتر a مساوی به 200، عدد کوچکتر مساوی به 20 و از ما تعداد اعداد خواسته شده. قاعده ساده a منفی b منفی 1 داریم. پس 200 منفی 20 منفی 1، 200 منفی 20 180. از 180 عدد 1 کم کنیم به تعداد 179 عدد. خب مثال بعدی گفته شده تعداد اعداد طبیعی بین 5 و 6 را دریابید. خب کاملا واضح است که بین 5 و 6 عدد طبیعی دیگه وجود ندارد. یک مسئله را متوجه باشین که انشاءالله در درسای بعدی هم سری مسئله تاکید خواهد کردیم. بین 5 و 6 عدد طبیعی وجود نداره. البته یک تعداد شاید بگه که عدد خیلی زیاد داریم
5.1 5.2 5.3 5.5 مشهورش و این شکل حتی از اینا کوچکتر، یعنی از یک لحاظ دیگه میشه بگویم بین 5 الی 6 بی نهایت عدد وجود دارد. اما مشکل در کجاست که از ما تعداد اعداد طبیعی را خواسته. منطقا میبینیم بین 5 و 6 باید هیچ عدد نباشد. برای درست بودن فرمول هم میشه این مثال حل کنیم. باید فرمول ما جواب را دریافت کنه که بین اینا هیچ عددی وجود نداره. پس عدد بزرگ 6، عدد کوچک 5. از ما تعداد اعداد خواستن بین هر دو، ای منفی بی منفی 1، 6 منفی 5 منفی 1، 6 منفی 5 1، 1 منفی 1 0. معنایش است که به تعداد 0 یعنی هیچ عددی وجود ندارد. عدد طبیعی بین عدد 6 الی 5. بحث بعدی دوستا عزیزا شمارش و عدد نویسی است که البته کار سخت و مشکل نیست، اما به خاطر کامل بودن موضوع و درس ما هرچند وعده دادم که درس کنکوری باشه، ولی به خاطر که نیاز دانش آموزای اساسات هم برطرف شوه این مسئله رو یک مقدار سرش بحث میکنیم. البته دانش آموزای کنکوری عزیز میتونه از این موارد رد شوه، ویدیو را بگذرانه و به جای درس برسانه که برشان مورد نیاز است. برای شمارش و عدد نویسی قاعدتاً چند مسئله را باید مد نظر بگیریم. اولی که عدد همیشه در دو مرحله خوانده میشه. در ابتدا ما و شما عدد طبقه بندی میکنیم، یعنی عدد از طرف راست به طرف چپ چند رقم، سی رقم جدا میشه. مرحله بعدی نام طبقه را باید یاد داشته باشیم، ولی خوانش عدد از کدام سمت صورت میگیره؟ از چپ به راست. یعنی مرحله اول میشه بگوییم طبقه بندی. البته این کار خیلی سریع انجام میدیم، من به تفصیل توضیح میدم، اما نیاز نیست باز قدر وقت خواندن سرش تمرکز کنیم. مرحله دوم مشخص کردن نام طبقات و مرحله سوم خوانش، البته از کدام سمت؟ از چپ به راست، در حالی که طبقه بندی از راست به چپ صورت میگیره. بیایم ببینیم. خب قبل از اینکه بریم مثال عددی کار کنیم باید با طبقه آشنا باشیم. نام هر طبقه بحث بسیار سخت نیست. عزیزایی که با این آشنایی نداره با این مسئله باید طبقات حفظ کنن، همیشه ویدیو رو استاپ کنن، پاس کنن و این طبقات پیش خودشان یادداشت بگیرن. طبقه اول 3 رقم اول میشه به نام واحد، طبقه دوم به نام هزار، طبقه سوم به نام میلیون که انشاءالله اکثر دانش آموزا با این تعداد طبقه آشنایی دارن. ولی طبقه که من نیاز نمیبینم از بیشتر برم، الا طبقه هفتم کافی است. طبقه چهارم بیلیون به انگلیسی میگن و ما شما معمولا میلیارد میگیم. بیلیون میلیارد درجه باید بلد باشیم بهتر است. طبقه پنجم تریلیون، طبقه ششم کوادریلیون، طبقه هفتم ارگان نیاز میشه کوینتیلیون. پس بیاین چند مثال از این کار کنیم. خب این مثال ها بهتر است. گفته شده که عدد زیل را به خوانش بگیرید. خب من عدد یک بار دیگه روی صفحه نوشته میکنم. بیاین طوری نوشتهش کنیم که بر فعلا طبقه را من مراعات نمیکنم، طبقه بندی، تا شما از ابتدای کار بلد باشین. خب قاعده ایست بچه ها که ما شما اول از راست به چپ 3 رقم جدا میکنیم. حالا من از رنگ استفاده میکنم، شما میتونین از قلم استفاده کنین، نشانی کنین، کار خوب است، بد نیست. طبقه اول، طبقه دوم و طبقه سوم این میشه. پس من اگه اینا رو نامگذاری بکنم، طبقه اول گفتیم نامش بگذاریم واحد. طبقه اول میشه بدون نامم یادآوری کنیم. طبقه دوم اگر یادتان باشه چی بود؟ طبقه هزار، آفرین. و طبقه سوم داریم طبقه میلیون، آفرین، طبقه میلیون. خب چگونه استاد بخوانمش؟ شما انشالله
هر 3 رقم که انشالله خوانده میتونین. قاعدتا ما باید بتونیم 3 رقم هر طبقه را بخونیم که کلگی باید آشنایی داشته باشه. مثلا من اگر داشته باشم 2 3 4 میخونیم 234، در حالی که داشته باشیم 3 2 4 324 و اگر داشته باشیم 4 3 2. یک قواعد ساده است که هرچند اینا رو ما میفهمیم، یک یادآوری کردم، شما بهتر است بفهمین که اینا مطابق یک قاعده و قانون طرز خواندن وجود داره، ولی چون از بس که ما این استفاده میکنیم هم شده به توجه نشده که یک قاعده و قانون است. و مورد دیگه هرگاه 0 به سمت راست باشد 200 داشته باشم 0 در وسط 302، در حالی که در 0 در اول عدد قرار بگیره در یک طبقه البته خوانده نمیشه. 23 2 0 اگر باشه خوانده میشه مثلا تناسه. این مورد انشاءالله متوجه می باشین. هر طبقه از 3 رقم تشکیل شده که 3 رقم هر کسی خوانده میتونه. به این لحاظ من همی عدد به شکل عبارت نوشته نمی کنم. پس قاعده ایسته که ما شما اول گفتم خوانش عدد از چپ به راست اول طبقه میلیون نام میگیریم. پس من میخوانم 193 میلیون و 345 هر کسی میتونه بخونه 1564. بر طبقه آخر کلمه واحد مناسب نیست، فقط نوشتهش میکنیم. عدد بعدی را داریم 12 345. من فقط نوشته میکنم 86 4002. ابتدای کار گفتیم طبقه بندیش میکنیم. طبقه اول ای 3 رقم، طبقه دوم ای 3 تا، طبقه سوم و بالاخره طبقه چهارم. یاد ما باشه که طبقه آخر میتونه هر چند رقم باشه، اما طبقات قبلی باید 3 رقم پوره را در خود داشته باشه. طبقه اول نامگذاری کردیم واحد، هزار، میلیون و میلیارد یا بیلیون. بیاین بخوانیمش. معلوم دار است ما پیشتر سرش بس کردیم که ارگو بر ما کسی بیشکل عدد بتن میخوانیمش 2 بس. این صفرها خوانده نمیشه، در حال که اگه صفرها سمت راست باشه 200. یعنی در وقت خواندن یک طبقه شما به سایر قسمت ها توجه نمیکنین، فقط همین طبقه را نام میگیرین. فرض میکنین تنها بر شما یه عدد 2 داشته 2 میخونیم و به این شکل میلیارد. بین که از اول بخونیم 12 میلیارد و به ادامهش داریم 345 میلیون و با مزرعت بله میلیون و 864 هزار و اینجا رو ببینیم چگونه بخونیم. 2 فقط 2 کافی است. 200 که نمیخونیم 2 صفر خوانده نمیشه. بیاین عزیزا این کار خانگی برای شما عزیزا باشه. یه عدد شما کار خانگی بگیرین انشالله که حلش میکنین. در کامنت اگر مشکل بود با ما شریک بسازین. تشکر از اینکه تا حالی ویدیو رو بیننده بودین. هر موردی اگر در ویدیو درس مشکلی بوده با ما در کامنت ها شریک بکنین، انشالله که در ویدیوهای بعدی به حل از خواهد پرداختیم. سلامت و زنده باشین.